یکی از قوی‌ترین یافته‌های روانشناسی اینه که محیط رفتار ما رو شکل میده، خیلی بیشتر از انگیزه یا اراده. تحقیقات دانشگاه استنفورد و مطالعات بی‌جی فاگ نشون داده که رفتار انسان تقریباً نتیجه 3 عامل اصلیه. 1. نشانه ها، چیزهایی که ما رو به انجام یک رفتار تحریک میکنن. 2. دسترس پذیری، این که انجام اون رفتار چقدر برای ما آسون یا سخت باشه. و 3. محیط اطراف، فضایی که ما در اون زندگی یا کار میکنیم. نکته مهم اینه که اگه محیط تغییر نکنه، رفتارت هم تغییر نمیکنه، حتی اگه 1000 بار انگیزه یا اراده قوی داشته باشی. برای مثال، اگر همیشه در محیطی باشی که پر از حواس پرتیه، ذهن تو ناخواسته وارد چرخه تأخیر و بیعملی میشه. حتی با بهترین برنامه‌ها باز عقب میمونی. اما اگه محیطت شامل آدمایی باشه که در حال کار کردن، یادگیری یا تلاشن، تو هم به طور طبیعی وارد مسیر رشد و پیشرفت میشی، بدون اینکه هر روز با خود جنگی برای انگیزه داشته باشی. این یعنی مشکل خیلی‌ها تنبلی یا ضعف اراده نیست. مشکل اصلی محیطیه که همیشه اونا رو به همون نقطه قبلی برمیگردونه. حالا برای بازطراحی محیط چه راهکارهایی وجود داره؟ 1. حواس پرتی‌ها رو حذف کن. گوشی، تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی رو در زمان کار کنار بذار. 2. محیط رو مرتب با هدفت بساز. میز و اتاقت باید به شکلی باشه که انجام کار یا یادگیری راحت باشه. 3. اینه که نشانه‌ها رو به نفع خودت استفاده کنی. کتاب یا ابزار آموزشی رو جلوی چشت بذار، نه مخفی. 4. با آدمای درست وقت بگذرون. کسایی که اهل تلاش، مطالعه و رشدن، روی تو هم اثر مثبت میذارن. و 5. مراحل کوچک بساز و دسترسی رو آسون کن. برای شروع هر رفتار کارها رو ساده کن. مثلا اگه میخوای بری ورزش، لباس ورزشی رو از شب قبل آماده کن. 6. محیط رو انگیزشی کن. جملات انگیزشی یا اهداف رو جایی قرار بده که همیشه ببینی. وقتی این کار رو انجام بدی، موفقیت و پیشرفت دیگه فقط یک انتخاب نیست، یک روند طبیعی میشه. پس اگه میخوای واقعا تغییر کنی، اول محیطت رو بازطراحی کن و اونو به دوستت در مسیر رشد تبدیل کن.